مثلثی سه رقم حل کنیم. این بسیار راحت حل میکنیم، خیلی راحت. یک سوال احتمال داره که طراح سوالات کنکور بیارن در کنکور. ای انتگرال لیمیتیس یا لیمیت انتگرال؟ انتگرال لیمیتیس. خب یعنی لانتگرال است. لانتگرال است. خب آماده استاد میره لانتگرال و حساب شما حل کنیم. حلش که استاد. بسیار عالی. برو. سوال اینی هست. بله. برای اینکه این رو حل کنیم استاد از داخل اینی در لیمیت های لایتانه و لایتانه که است از بزرگترین توان فاکتور گرفته میشه. از بزرگترین توان فاکتور گرفته میشه. بله. حالا بزرگترین توان سرعت چند است استاد گرامی؟ توان 6 فاکتور گرفتیم. خب فاکتور گیری دانش آموزا بلدن. اینجا میمونه 4 6 میره در مخرج با این خلاص شد. درسته؟ از مخرج x مکعب فاکتور میگیریم گرفتیمش. درسته؟ بله. حالا از اینجا جذر ای در حالت ضرب است استاد گرامی. x به توان 3 این با 6 با 2 اختصار میشه 3 میمونه. درسته؟ یه اختصار میشه. این جناب با جناب خداحافظ. درست استاد؟ بله. کار ساده کردیم. بله. حالا لیمیت رفع کردیم. حالا ما یعنی عامل تقربی که در اینجا هست در جای متحول قیمت گذاری میکنیم. در اینجا قیمت گذاری کنیم. خب به این رابطه داشتیم استاد گرامی؟ بله. اینجا درسته؟ بله. به جای اکسش لایتانایی گذاشت. درسته؟ بله. مشکلی نیست استاد؟ نه مشکلی. در لایتانه ما داریم اگر عدد تقسیم لایتانه کنیم نتیجه صفر میشه. تعریف نشه. این صفر این چی شد؟ صفر. حالا صورت چند من استاد؟ صورت صفر شد دیگه 4 مان. 4. مخرج چی شد؟ مخرج منفی 4. خلاص لیمیت ساده شد. جذر 4 بر منفی 4. 2 بر منفی 4. درسته؟ جذر 4 استاد گرامی چند است؟ 2. خیر ببینی 2. مخرج هم که داریم منفی 4. اختصار خوب لوکس بلدیم دیگه. بله. 2 4. خب انتگرال عدد ثابت استاد یادت مونده چی است؟ انتگرال خودش بود دیگه بنده خدا. یک دونه x هم کنار خود داشت. یک x داشت دیگه. انتگرال عدد ثابت برابر به انتگرال تابع خطی. تابع خطی است. x خالیش. حالا قیمتا رو می‌بینید. انتگرال معین دیگه. بله. سرحد داره، سرحد بالایی، سرحد چی؟ پایینی. سرحد پایینی. انتگرال معین سرحد بالایی را یک بار در جای متحول یک دفعه سرحد پایینی از هم تفریق میکنه. دقیقاً. پس میشه منفی 1 بر 2 سرحد بالایی به جای x واسه کنیم 3 علامه منفی از خود فرمول هست. منفی 1 هم به جای واسه کنیم منفی ده منفی 4 خب 4 تقسیم 2 چند میشه؟ علامه منفی هم داریم. منفی 2 تمام شد. سوال حل. خیلی خوبش حل کردیم. و جواب گزینه دوم جواب منفی 2. یعنی اگر انتگرال به شکل دانش آموزا گیرم دیدین به این شکل حل میشه. اگر لانتگرال دیدین به این شکل حل میشه. باز انتگرال های فاکتوریالی داریم استاد. ترکیبی داریم از ترکیب کار میشن. اونا در ویدیوهای بعدی. بله. خوب است استاد. خیلی خوب است استاد. این بود انتگرال. بسیار عالی. بسیار خوش اومد استاد. خیلی خوبش بود. خیلی عالی. برو استاد ببینیم دیگه چی داریم. خداحافظ استاد. نه استاد. نه یک لحظه. چرا؟ آتش ما انتگرال کار میگیم یک دفعه آتش دیگه است. آتش چی است؟ استاد نگاش کن. این آتش است. این آتش هستن. خب شما دیدین آتش هستن؟ بله. نار هستن. نار چی هستن؟ آتش است. نار آتش است. سوالی که خیلی ها برای ما گفتن جناب استاد گرامی که آتش کدام حالت ماده است کدام حالت ماده است. هی میپرسن آتش کدام حالت ماده است.